سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 14 نوامبر همراهی شما. قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان با یک سفر رسمی وارد شهر بیشکک شد و با الماسبک اتامبایف رئیس جمهور قرقیزستان ملاقات کرد. روز 14 نوامبر دو طرف در شهر بیشکک مسائل همکاری‌های سیاسی و اقتصادی تاجیکستان و قرقیزستان و به خصوص مسئله تعیین و علامتگذاری هرچه زودتر مرز دو کشور را بررسی کردند. امسال در منطقه‌های بحث برانگیز سرحدی دو کشور چند دفعه بین ساکنان روستاهای نزدیک و مرزبانان تاجیک و قرقیز مناقشه سر زد و چند نفر هم کشته و زخمی شدند. سفر رسمی قاهر رسولزاده در قرقیزستان تا 15 نوامبر ادامه می‌کند. سیراج‌الدین اسلوف وزیر امور خارجه تاجیکستان به همتای یمنیش عبدالله السایدی نامه فرستاده و از او خواسته است در رهایی گلرخسار رافی و شهروند تاجیکستان مساعدت کند. ابوالفیض عطایف سخنگوی وزارت روز 14 نوامبر بر رادیو آزادی گفت سیراج‌الدین اسلوف از وزیر یمنی خواست هر کاری ممکن را برای آزاد کردن طبیبی تاجیک از دست آدمربایان انجام دهند. سفارتخانه‌های ما در جمهوری مصر عرب، در عربستان سعودی، در دبی، در قطر و دیگر نمایندگی هایی که ما در این کشورها داریم وظیفه‌دار کرده شدند که در دریافت شهروند کشورمون گلرخسار رافی و اقدام نمایند. گلرخسار رافی و ساکن 36 ساله شهر پنجکند و پرستار یکی از شفاخانه‌های نظامی شهر معریب یمن را روز 29 اکتبر ربودند و تلاش‌ها برای آزاد کردن او از دست آدمربایان نتیجه نداده است. بنا به گزارش‌ها یک شهروند تاجیکستان و عضو سازمان تروریستی القاعده در افغانستان دستگیر شده است. سید سرور حسینی سخنگوی فرماندهی امنیت ولایت قندوز روز 14 نوامبر بر رادیو آزادی گفت این عضو القاعده می‌خواست در لباس زنانه خود را به کابل برساند ولی در ناحیه علی آباد ولایت دستگیر شد. با گفته پلیس شهروند تاجیکستان می‌خواست از راه کابل به پاکستان برود. نامناسب فردی بازداشت شده را آشکار نکردند. به قول مقامات افغانستان شهروند تاجیکستان اعتراف کرد که در کنار طالبان و جنگجویان ازبک و چچن به ضد نیروهای حکومتی در بدخشان افغانستان می جنگید. در شهر دوشنبه بخشیده به روز مبارزه بر ضد بیماری قند با شرکت کودکان گرفتار این بیماری چاره‌بینی برگزار شد. برای کودکان بیمار صحنه‌ها نمایش دادند. به گفته مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان تعداد گرفتاران بیماری‌های قند و یا دیابت در کشور افزوده است و حالا 18,000 نفر در سراسر تاجیکستان به این بیماری گرفتارند. هر 10-15 سال شماره این بیماران زیاد میشوند، یک دو مرتبه زیاد میشوند. تنها در شهر دوشنبه پایتخت بیشتر از 3300 نفر و از جمله 365 کودک گرفتار بیماری قند بودند. در یک آزمون فرهنگی در شهر دوشنبه پیروان شایسته شادروان ظفر ناظم هنرپیشه سرشناسی تاجیک اعلان شد. در آزمون پیرو هواداران صدای قوی ظفر ناظم شرکت داشتند و هدف از آزمون دریافت استعدادهای جوان بوده است. منظور اساسی این است که آنها بیشترشان از 50-60 بالاتر هستند، احساس کنند که آنها نیز فراموش نشدند و هم جوانان در اینجا اشتراک میکنند. این اشاره به آن میکند که مکتب ایجادی ظفر ناظم ادامه دارد. آزمون مذکور در چند مرحله صورت گرفت و در مجموع از میان 48 داوطلب تنها 3 نفر جایزه میگیرند که توانند با سبک و سلیقه ظفر ناظم هنرنمایی کنند. و اخبار و ویدیوهای بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.